سلام دوستان عزیز، خوش آمدیم به ادامه برنامه ما. این پارت دومانه. بعد قراره که ما بریم ماه رمضان یک دکوراسیونی انجام بدیم. بعد گفتیم که شما بیایم ببینیم چی کار میکنیم. سلام دوستان عزیز، صبح شما بخیر. البته از ما صبح دیگه چشمام همینطور که ببینیم معلوم میشه که بخستم. دیگه صبح شما بخیر، امید که جور و صحتمند باشیم. دیگه میته که مرجان گفت ادامه برنامه ما نماییم که چیزایی که خریدیم درست کنیم برای ماه رمضان، که ماه رمضان نزدیکه. دیگه ببینیم که چی کار میشه. پس بریم خودیم درست کنیم. خب دوستان، اول خونه جارو میکنیم، مهمه، چون که ما این دکوراسیون رو درست کنیم تمیز باشه. شراره جارو میکنه، من برو مسایلات حاضر کنم که درست کنه. خب دوستان، به خونه رو جارو کردم، خلاص شده. دیگه آل وسایل بیاوردیم که نشون بدیم، بعدم دیگه کم کم شروع کنیم به تیار کردن. خب اول از همه گرفتیم ماه و ستاره برای تزیین. بعد اینا چراغه، ولی این خیلی خوشم آمد. خیلی اسم از اینا چیه؟ چراغ نفتی؟ چراغ نفتی نه، یک چیز دیگه میگفتیم به حیرتی. خب یک چیز میگفتیم، باز شما بنویسیم که اسم از اینا چیه. خب اینا خیلی خوشم آمد اینا. بعد تقویم گرفتیم برای ماه رمضان. اول ماه رمضان، دوم ماه رمضان. خیلی مقبوله. خب هم میگی چوبی گرفتیم چون چوبی بیشتر به چیز میایه. این عددایونه که مثلا میتونیم هر عددی امروزه هر عددی رو بگذاریم. دیگه باز تیار کردن یا نشون میدیم که تیار میشه. بعد یک چیزی این جا قرآنی بگرفتیم، ولی وقتی کاماد اینا رو اردر دادیم. وقتی کاماد خیلی خوب بود. بعد من نتونستم بری از این قرآن پیدا کنم چون قرآنی که ما داریم خیلی کلونه، نمیفهمم چیکار کنم. شاید هم جاش یک کار میکنیم. ایتو بسته بتونیم بگذاریم. بعد خب اینایه یک مشکلی که داره، من از این چارچوبا که برای عکسه یاد نرفته بخرم. بعد دیگه اینا هم اینطور بمونده. شاید اینطور فقط به دیوال بچسبونیم به قشنگی، و اینطور خود چسبی که بچسبونیم قشنگ میشه. دیگه اینا الله محمد گرفتیم. از این چراغا برای تزیینیت خیلی ایت چیزا خیلی برای ماه رمضان خوبه. بعد این رنگ زردیونه، رنگ تله‌ای سیاه. دیگه ایران بگرفتیم که ایتو بگذاریم تای شم بگذاریم. شم بگذاریم. بعد یک ملافه که ایتو ما یک چیزی درست کنیم. بعد شما ببینیم خود چوب اینا به 100 بدبختی رفتم پیدا کردم. کلا دستام زخم شد. 100 تا چوب لازم داریم. بعد دیگه خود کمی وسایل دیگه که تزیین میکنیم بعدیو برای شما نشون میدیم. پس بریم ببینیم که
شتیر میکنیم.
عزیز، امیته که میبینیم برنامه ما به پایان رسید. ایشالله که خوش ما آماده باشه و حتما نظرات در کامنت ها ما نوشته کنیم و خود کامنت ها قشنگ خب ما خوشحال کنیم. امیدوارم که ماه مبارک رمضان خوبی داشته باشیم در کنار خانواده ها. خب انشالله که ماه مبارک رمضان پربرکتی برای شما باشه. حتما ما رو به دعا شریک کنیم. ما هم همچنین شما رو خیلی دعا میکنیم. بعد دیگه خدایا و مددگار شما، انشالله که همیشه خوش باشیم و در آخر یاد شما نره که کامنت، سابسکرایب و لایک.